من نقشه ب را بد میبینم. حاضر میگویم به چه خاطر. باران که اطراف ما شخصان ناباور به نهایت زیادند. مثلا آنهایی که میگویند نه و تو این کار را کرده نمیتوانی. این ناممکن است. اما وقتی به خودت شبهه میکنی این خیلی خطرناک است. چون حالا آن چیزی که تو اصلاً میگویی این است که اگر نقشه من عملی نشود من نقشه احتیاطی دارم، من نقشه ب را دارم. این معنی آن را دارد که نقشه ب و هر فکری که در نقشه ب میگذاری فکر و نیروی تو را از نقشه ا دور میسازد. و خیلی مهم است که درک کنی که زحمت‌های ما پرثمرتر از آن است که بالشتی بی خطری نداشته باشیم. نقشه ب در این صورت به بالشتی بی خطری مبدل می گردد. ما را به این فکر وادار می کند که اگر من موفق نشوم من ناکام می گردم و دستم را می گیرند و من چیزی دیگری دارم که مرا محافظت خواهد کرد. و این البته خوب نیست، چون آدمان وقتی بالشتی بی خطری ندارند بهتر عمل می کنند در ورزش و هر چیز دیگر، تنها اگر نقشه ب نداشته باشند. باور کنید من هیچگاه یگان وقت نقشه ب را نداشتم. من به خودم قول دادم که می روم و قهرمان بدن سازی می شوم. من به خودم قول دادم که در امریکا خواهم زیست. من به خودم قول دادم که من وارد شو بیزنس می شوم و من یک فرد پیش صف می شوم. با چه ارزشی نباشد من این کار را می کنم. حتی اگر در اول موفقم نشوم من این کار را تکرار به تکرار انجام می دهم تا اینکه به مقصدم برسم. عیناً همین راه را هم در سیاست و هم در دیگر جنبه های حیات پیش خود کردم. برای همین به فکرم داشتن نقشه ب خیلی خطرناک است، چون که شما به همین وسیله خود را از امکاناتی واقعاً موفق شدن محروم میکنید. و یکی از سبب‌های آن که آدمان میخواهند نقشه ب داشته باشند این است که آنها از ناکام شدن میترسند. چی میشود اگر من ناکام گردم و راه دیگری نداشته باشم؟ گذارید یک چیز را به شما گویم. از ناکام شدن نترسید، چون ناکام شدن در کار هیچ بدی ندارد. باید بار ناکام شوید تا به زینه های موفقیت بالا روی. در دنیا کسی نیست که بار ناکام نشده باشد. مایکل جوردن در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که وقتی به من میگویند که تو بهترین بازیگری بسکتبال در همه زمان هستی، در این باره به من گو. و او در جواب میگوید شما تنها موفقیت ها را یادآور شدید. برای آنکه من بهترین بازیگری بسکتبال شوم 9000 ضربه توپی من به هدف نرسیده است. میبینید در دوام این بازی ها وقتی که او خیلی موفق بود 9000 توپی او به هدف نرسیده است. آیا این او را به یک شخصی ناکام تبدیل میدهد؟ او یکی از بهترین بازیگران بسکتبال در تاریخ است، اما 9000 مراتب ناکام شد. این را درک کردید؟ ما همه ناکام می شویم. از طرف دیگر نفری که ناکام می شود در پایان می ایستد. هر کسی که در پایان می ایستد نااهدا براست و پیروز آن نفرانی هستند که می افتند و به پا می خیزند. این نفران همیشه بر می خیزند. این از شخص پیروز. من در ورزش بدنسازی ناکام شدم. من در مسابقه بدنسازی مغلوب شدم. در وزن برداری نیز مغلوب شدم. من در فیلم های نقش بازیدم که جایشان پرتوگاه بود و خیلی بد بودند و زیر انتقاد شدید قرار گرفتند. گوش کنید. ما همه بار ناکام می شویم. ما همه بار مغلوب می شویم. این کاری بد نیست. به همین خاطر من می گویم از باختن نترسید. چون وقتی از باختن می ترسید شما مخشول می شوید.
شما به حرکت می شوید. شما آزاد نیستید. برای آن که در چی کاری نباشد بهترین باشید. چی در کاری بارکشی، چی در دیگر کار یا در فکرانی، تنها وقتی که آزاد هستید کارتان پرثمر می شود. برای همین نترسید. کاملا باکی نیست. اگر ناکام شوید قدمی خود را پیش نهید و هر نیرویی که دارید برای کارتان صرفه سازید. این است معنای موفقیت. از این رو از باختن و ناکام شدن نترسید.